انجام بدی. کارگردان داره همین الان اومد به قرآن از دقیقاً خدا کول من عرفان هستم، برادر کوچیک آقا حامد گل. البته من سایمانم. اونو بخوای بگی من علیرضا ام، ولی هیچکی نمیدونه علیرضا ام. البته تو ارومیه بهش میگن بابا مامانم به اختلاف خوردن سر اسم من. بابای گفته علیرضا، مامانه گفته عرفان. خب بعد سر این قضیه به اختلاف خوردن. الان من شدم دو اسمه. بعد جالبیش اینجاست، سر تاریخ تولدم روی شناسنامه‌ام به اختلاف خوردن. من تو یه تاریخ دیگه به دنیا اومدم، یه تاریخ دیگه رو شناسنامه‌ام. مهم اینه که ما اصلا نمیدونیم. اصلا معلوم نیست اون شناسنامه برای منه یا نه. شاید یه بچه دیگه بوده، اون مثلا مرده، اون واسه من شده. همین یه سوال دارم. چرا بعد من برادر تو میدونی سرا خیلی دلیل وجود داره. مثل شاه وابسته نیسته باشه و کمر بابام. نه ببین یه دلیل خیلی واضح و روشنی که چشای تو رنگیه، چشای منم رنگیه. خب گفتی مشخص کنیم چرا تو برادر اون که معلومه. معلومه. اون که از 100 کیلومتری معلومه. خب دیگه اگه خیلی ناراحتی مثلا بگیم شناسنامه‌مون رو چیز کنن. خب چیز کنن. پاک کنن. کجاشو پاک؟ نمیدونم با کجا. از کجا برادران پاک کنن. ببین من یه سوالی دارم. چرا من باید قدم 1.70 باشه این 2 متر باشه؟ نه ببین سال 70 تا سال 80. نه میخوام ببینم من رو فرش جمع. نه توضیح میدم. به سال 70 تا سال 80 بچهای اون زمان رشد استخونشون خیلی بیشتر از سال دهه 60 بوده. یعنی تو نگاه کنی حتی دهه‌های 80 و 90 رشد استخونیشون از دهه‌های ما بیشتره. ربطی داره. بعد یعنی کاملا یه نفری که قدش باشه من بعد. خب یکی از دلایلی که دوست ندارم برادر من باشه. دلیل منطقی من گفتم. مثلا یه بار تعریف کنم. آقا یه بار تو تاکسی نشسته بودی. دقیقاً به این تو نفتی نشستی تاکسی این شکل. نه البته ببین من اینجا بودم. ایشون اون گوشه یه آقایی هم اینجا بود. خب این خنده هایی که میکنه رو میخوام توضیح بدم. این بنده خدا خسته بود، کارمند مارمند بودش و اینجوری یک کیف سامسونت داشت، دستشو گذاشته بود اینجوری خوابش بود. هم دقیقاً همین شکلی. من یه لحظه داشتم با این حرف می‌زدم، نگاه کردم. من داشتم رو نگاه می‌کردم. گفتم عرفان اینجا رو نگاه کن. تموم شد. راننده تاکسی مجبور شد بزنه بغل بگه پیاده شید. اینجوری کرد. دقیقاً همین شکلی. ببین طرف پیاده شده بود، شوک بود. صدای چیزی مرغابی داشت میومد بغل. آقا به من صحنه خنده‌دار نشون بدی من اصلا نگاه نمی‌کنم کجام، از ته دل میخندم. یعنی این دلیل این که من قرار خیلی زیاد عمر کنم فقط همین خندم، چیز دیگه دلیلی دیگه نداره. گفت قبر تو زیاد عمر کنی؟ من خنده ها خودش گفت. آره خودش گفت. یعنی هیچ دلیلی دیگه به جز اون ندارم واسه زیاد زندگی. فقط یه موضوعی رو بگم، ما ترکیم. خب آره بعد داریم دیگه. آره یه خورده میتونیم داشته باشیم، یعنی طبیعیه. وسط انده ترکی حرف میزنیم اینا میشه. یعنی خب هر کجا که ما گاف دادیم با لهجه گفتیم شما اون زیر برامون بنویسید. یعنی تو تمام ویدیو. آره ما اونا رو دفعه بعد بیشترش کنیم. ما بیشتر خب این بیمار فکر کنین تو خونتون یه نفر باشه صدای کلا دقیقا ما داریم تو خونمون. ما به کارگردان گفتیم شما به ما چالش بده، ما اینجا انجام بدیم. کارگردان داره همین الان اومد به قرآن، اصلا نمیدونم کجا بود. کارگردان فکر کنم داشت مشقاش. آقا شما کجا بودی؟ داشتم کارهای فنی رو انجام. ذاتم میکروفون از شما دوره. آره کجا داری؟ ماشین درست می فنی بود. آقا فنی اینا فنی ان. شما الان کجا داشتی فنی؟ تو اتاق یه مقدار کارهای فنی. نه اون اتاق کوچیک است دستشوییه. قد نشد که چیز دیگه موقعی که کار فنی داشت انجام نه میگن روشن. ببینید من یه خاطره خوب تعریف کنم. ببین من بچه که بودم زیاد اهل دعوا نبودم. خب الان مشغله زندگی باعث شده که انقدر منو تو چالش‌های زندگی گذاشته، من باعث شده که یه ذره درگیر ذهنی بیشتر شد. یعنی سریع پرخاشگر میشم، سریع عصبی میشم. این هم خوب طبیعیه، هر کی سنش بره بالا شاید احتمال داره که این اتفاق براش بیفته. من چند باری هم به خاطر همین قد و هیکلش به امیدی رفتم. یعنی بنده خدا گول مکم زدن تلفن.
فکر کرد مثلا قراره من بیام بزنم جیرش بدم یارو. مثل این چیزای فیلم‌های هندی داشتم منو میزدن. آره بعد برگشتم دیدم عرفان این شکلی کتش آقا من اصلا من بچه بودم اصلا درگیری واسم خیلی موسیک بود، یعنی اصلا دوست نداشتم درگیری رو. میترسید؟ بعد این آره میترسیدم، به نوعی عامیانه میترسیدم. ایشون یه بار دعوا شد، به من گفتش که برو تو اون چوبه رو بردار بیار، این کاپشن منم بذار تو. گفتم باشه. گفتم 2 متر قد یارو بیاد نفر یه دونه کاپشن رو نگه داشتم، گفتم الان تمام میشه دیگه. گفتم الان تمام میشه من پاره بوده. آره 3-4 نفری داشتن میزدنش. یکی داشت میکشید اون ور، یکی میزد این ور دیگه. وقتی اومد 3 ماه بستری بودم دیگه. شما فکر کنید اون وسطا نگون یه لحظه لابلا سرشو کشیده بیرون، دیده من این وسط دارم این گوشه کاپشنشو داشتم نگه می‌داشتم. نگاه کردم. ببین من اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید تو که تخمه رو از کجا بگیرم بشکنم. کاپشنت گلی نشون. مهمترین چیز اون بود برای من. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود که من اونم قشنگ کپسش کردم. یعنی هر کی میاد بیمارستان عیادت من اینجوری کرد تو خاک بر سرت. بعد برادرتو زدن بعد تو داشتی نگاه می‌کردی. ببینید آقا خیلی چیز طبیعیه. خیلی چیز طبیعیه. کدوم حیوانات این طبیعت؟ این که نه یه نفر اهل دعوا نباشه خیلی چیز طبیعیه. یه خوردم تهش ترسو باشه دیگه اون خیلی طبیعیه. این دیگه آخر طبیعته. از اون موقع به بعد من تصمیم گرفتم یه خورده دعوا کنم که به چشم بیام. الان هر چقدر دنبال دعوا هم دعوا راست اصلا پیش 2 متر خب پیش نمیاد مثلا. اصلا پیش هر کی منو میبینه در میره. تو ببین الان کات خارج شدم. ما این اولین بار داریم این کارو میکنیم. خب من مطمئنم یه روزی همین کار به صورت خیلی خفنی قراره بتره کنه. یعنی این کار ما یه روزی ما یه روزی به همین کار نگاه میکنیم، نگاه کن چقدر کسخل بودیم اون موقع. مثلا اون یه روز کسخل نخواهیم بود. نه اون دکتری کسخل آپدیت قراره بشیم دیگه. من شغل اصلیم دندانسازه ولی کلا دوربین رو دوست دارم، یعنی علاقه دارم جلو دوربین باشم، ولی هیچ موقع آقا دندانساز من دندون ندارم تو دهنم. آقا دندون نه خودش سهل انگاره، به خدا من اصلا هیچ کاری نکردم. برای اینکه کارگردانمون رو دفعه پیش داشت چیز میکرد داشت زجه میزد. آقا کارگردان ترسوه، کارگردان اینجوری بغل کرده بود خودشو. آقا صدای گرگ داشت در میآورد. من دیگه ترسیدم، دوست ندارم. هیچ کاری نکردم باش، فقط یه دونه آمپول زدم بهش. آمپول میزد. خاطره آمپول. ببین یه بار به یکی اومد، یه خانومه اومد، سنش هم زیاد بود بنده خدا، یعنی نزدیک 60-70 سالش بود. ایشون چون چیزه میترسه اساس خانم. بعد نه خداییش سنش زیاد بود. خدا وکیلی سنش زیاد. ترسیدی. خب ببین خانومه اومد. خیلی دوست دارم شما حرکات کارگردان رو ببینید. انگار همین الان زایده همیشه که ببین خانومه اومد گفتم که مشکل چی؟ گفت آقای دکتر این دندونم خیلی درد میکنه فلان، من خیلی اذیتم میکنه. گفتم اوکی برو بشین بیا آمپولتو بزنم شروع کنم دندونتو کار کنم. گفتش اوکی. من اومدم بیرون از اتاق، رفتم یه دونه چایی بر خودم بریزم، همکارم هم داشت کاراشو میکرد که بره پیشبندش اینا رو انجام بده. بعد من چایمو ریختم، برگشتم تو اتاق با یه صحنه‌ای مواجه شدم. ببین منی که سعی میکنم همیشه پیش مراجعه کنندم نخندم، خوابیدم زمین. من خنده‌ام که دیگه میشناسین دیگه، اصلا کلا نخواد دراز کشیدم زمین. ببین یه جوری خندیدم زنه دقیقاً تو این شکل بود. گفت آقای دکتر برای چی میخندی؟ گفتم تو چرا اونجوری؟ گفت مگه نگفتی آماده شو بیام آمپولتو بزنم؟ گفتم مگه عضلانی میخوام بهت بزنم؟ دوست داشته خب چرا گیر میدی؟ گفتم به دندونت میخوام بزنم بی‌حس چی شروع کنم کار کنم. گفت من تا حالا تو عمرم دندون پزشکی نرفتم. گفتم تو 60-70 ساله تو تا حالا نرفتی؟ گفت نه. رفتم نه بابا 30 سالش بود که دیگه اگه اونجوری بود من اصلا نمیخندیدم. به موشی میگفت شما برو چه میشدم اصلا. بعد رفتم دندوناشو نگاه کردم، واقعا اصلا تا حالا دندون پزشکی نرفته. خیلی خاطر جالبی بود.